چرا در طول یک سال 8 عائله یا پوره یا قسما از بین می رود و عامل های این جنایت آشکار نمی شوند و حکومت اصلا پیدا نمی کند که در یک شهری نه چندان کلان، به هر صورت کانیبادام دوشنبه نیست، کانیبادام خوجند نیست، مردم یکدیگر رو میشناسند و اگر حکومت بخواهد با اون مقدار میلیسیونر و کارمند پروکراتورا و امنیت و مقامات ضد دخل که دارد، حتما اگر جدی میگیرید در همون ماه اپریل و مارس و می در اوایل این حادثه این جنایت ها رو آشکار میکرد، پیش راهش رو میگیرید. پس ما میتونیم به دو نتیجه برسیم، یا اینکه حکومت این جنایت ها را جدی نگرفته است و اصلا برایش این یگان مسئله دردسرساز نیست، چندان توجه هم نمیکند، یا اینکه در نتیجه تفتیشات به یک نقطه رسیدن که دیگر بعضی از مقامات یا دایره های منفعت دار در این جنایت ها دست دارند و دیگر از اون بیشتر نمیتوانند تحقیقات کنند یا پیش روی این جنایت رو بگیرند و این ما را این ورسیای دیوم میبرد به همون به یکی از بگیم ورسیای کوچکی که هم صحبت شما گفته است که اینجا میتواند در پس این جنایت ها منفعت های اقتصادی نهفته باشد. اما من بیشتر خودم شخصا مایل به ورسیای یکم هستم که امام علی رحمان، وزارت داخله، پروکراتورا این جنایت ها را، این سلسله جنایت ها را جدی نگرفتن و اصلا چندان یک جنایت جدی، چندان یک خطر جدی برای خودشون حساب نمیکنن، بله این یک جنایت بسیار جدی و این یک خطر بسیار جدی برای اهالی تاجیکستان است، برای ساکنان کانیبادام است. این کاری آسان نیست. شما تصور کنید که در یک دولت، حالا چه دموکراتی باشد چه دیکتاتوری، در هر دولت اگر در دوام یک سال یک گروه جنایتی یا یک فرد یک شهر را به گروگان میگیرد و دهشت افکنی میکند، باید که مقامات دولتی تاجیکستان از پرزیدنت شروع کرده تا یتیموف و یوسف رحمان و رمضان رحیم زاده اصلا خواب نداشته باشند، باید همشون در شهر کانیبادام باشند، کوچیده بیایند، کوچیده باید برای چی؟ برای اینا نشانه بی‌قدرتی، ناتوانی یک حکومت است. بیایند باید خیمه زنند در کانیبادام. اما چرا این کار رو نمیکنن؟ برای دو سبب دارد. یکی که این کار رو جنایت جدی حساب نمیکنن اصلا، چون وقتی که ما رو نمیکشد، خانواده ما رو نمیکشد، فرزندی خودش رو نمیکشد، خب کشتن بگیرد. چند تا کانیبادامی و چند تا مثلا مردم عادی، اینا شهروندانی دوم، سوم، چهارم درجه هستند. چرا اینا باید خواب خودشون رو ویران کنن بیان به کانیبادام؟ این یکی از نتیجه هایی هست که ما میتونیم با آن برسیم. نتیجه دوم این است که اصلا خود امام علی رحمان این گونه جنایت ها رو جنایت حساب نمیکنه. شما یادتان هست در یک صحبتش با کدام کارمند گمرک گفته بود که خودت همین رفتارهایت 15 سال از روی قانون باید زندانی شوی، اما چون برای من این کاری تو جنایت نیست، من تو رو خب جوان هستی عفوت میکنم، برو دنبال کارت. در نزد قانون این جنایت است، اما در نزد من این جنایت نیست. در نزد امام علی رحمان جنایت چی هست؟ همون شوخیایی که عبدالفضل عطایف کرده است، سابق سخنگوی وزارت خارجه و همون یک کارمند دیپلماتی سابقه دار، من اون نفر رو خوب میشناسم، بسیار یک انسان هزلگوی، به گفت روسا اونیوا چوستو очень тонкий чувство юмора. یعنی بعضا انسان هستن که گل معرکه هستن، گل سبد معرکه هستن. عطایف از همین گونه افراد بود، من رو خوب میشناسم، بسیار شوخی های نمکین زیبا داشت. وقتی یک شوخی درباره امام علی رحمان کرده است، در کجای کدام سال در حضور کسی، این از نگاه امام علی رحمان بالاترین سطح جنایت است، نه اونه که در کانیبادام 8 خانواده رو از بین بردن. کشته رفتن میره، فقط درباره امام علی رحمان گام نزنه. فقط درباره امام علی اصلا هیچ چیز نگید. همون جنایتکار اصلا یک شوخی نکنه درباره امام علی. یا همین جوانی که در صحبت مقامات امام علی رحمان گفت دزدیدن بگیر، غارت کردن بگیر، خانه و در داری، میدونم جنایتکار هستی، اما این در نزد من جنایت نیست، تو رو میبخشم. برای چی؟ برای که
یگان شوخی نکردی، یگان تنقید نسبت من نکردی. بنابراین امام علی رحمان، همراخان ظریفی و عطایف و اکبرشاه اسکندرов و سید جعفر عثمان و احمدشاه کاملزاده، این و ما و شما را، تمام زید سعیدov و همه اینها را جنایتکاری خطرناک میداند در سطح دولتی، خیانت به دولت، خیانت به ملت، تروریست. برای چی؟ برای که این به خود شخصیت امام علی رحمان ربط دارد و در حق او شوخی کرده می شود، او را تنقید کرده می شود. اما اگر 8 خانواده نصف کانیبادام را از بین ببرند، نابود کنند، برای امام علی رحمان این یک جنایت وزین حساب نیست. وزیر داخله را نمیفرستد، پروکورور را نمیفرستد و این جنایت ها را آشکار کردنی هم نیست. شاید که اکنون بعد از این صحبت های ما، بعد از این صدایی که مردم بلند میکند کرده ایستادن در شبکه‌های اجتماعی، شاید وضعیت یک کمی فرق کند. اما ما یک مصیبت دیگر را داریم. ببینید که برای امان حسابات دادن، برای وانمود کردن که کار رفته ایستاده است، چند نفری احتمال زیاد است که بیگناه را اینا بردن 12 سال و حتی حکم ابد دادن. یکیش رو 20 سال دادن، یکیش رو حبس ابد دادن. خب حالا معلوم می شود که اون جنایتکار نبودن. حالا احتمال دارد که جنایتکارا اینا نیستن. خیلی تباری همون شخصانی کشته شده هم گفته شدن که آخر اگر اونها گناهکار می بودن دیگر کشته به میان نمی اومد، قاتل رو دستگیر کردید. منطقاً همین است که اگر اونها گناهکار می بودن حالا در زندان، پس این جنایت رو کی دوام داده ایستاده است؟ پس معنی رو دارد که اونها شریک نبودن در این جنایت، افراد بیگناه حکم ابد گرفتن. حالا من میترسم که باز کسانی دیگر رو هم پیدا کنن، یا گناهکار یا بیگناه، میگن اونا که گناهکار بودن، چون اینا در تجربه حکومتداری جمهوری تاجیکستان این نیست که یک سودیا یا پروکورور یک کس گناهکار باید نه بیگناه باشه، باید اعتراف کند که ما اشتباه کردیم. من به یادم هست که وقتی که در نتیجه سوءقصد به جان عبیدالله 2 نفر رو حکم قتل دادن. اون سالها در تاجیکستان حکم قتل اجرا میشد، مراتوری وجود نداشت و 2 نفر رو قتل کردن و بعد یک دسته جنایتکار رو بازداشت شدن که اینها اعتراف کردن که همین جنایت علیه عبیدالله رو ما کرده بودیم و در رسانه‌ها این آشکار شد. مقامات زود آمدن این قسمت پرونده رو مخفی کردن که گویا این جنایتکاران این اعتراف رو نکردن، چون اگر که این رو آشکار میکردن معلوم میشه که 2 نفر بیگناه رو اینا اعدام کردن، حکم قتل رو عملی کردن. و من تصادفاً با همون سودیایی که این حکم رو صادر کرده بود در یک نشست صحبت کردیم و خودش هم اعتراف کرد. من گفتم که شما عذاب وجدان احساس میکنید که 1-2 انسان بیگناه رو کشتید، اکنون معلوم شد که دیگران این جنایت رو کرده بودن. اصلا ببینید اونا با یک خونسردانه جواب دادن که خب در کار ما این گونه حادثه ها می شود، این گونه اشتباه هست. پس آیا شما حق دارید که بعداً باز دوام بدید سودیا بودن رو، قاضی بودن رو؟ میگه چرا نه؟ یعنی در نزد این سیستم جان انسان، تقدیر انسان و یک انسانه، اونها نفرها که اعدام شدن، کشته شدن، اینها فرزند داشتن، زن داشتن، پدر و مادر داشتن، در نزد اینها هیچ ارزش ندارد. بنابراین همین من میترسم که باز چند نفر دیگر رو گناهکار یا بیگناه اینها میبرند زندانی میکنن و اونها که در زندان هستن اونها در همونجا باقی میمونن. مسئله امنیت، مسئله قانون محوری، مسئله مسئولیت شناسی چندان به دولت دموکراتی و دیکتاتوری زیاد ربط ندارد. یک دولت میتواند دولت از لحاظ ساختاری دموکراتی باشد، انتخابات دموکراتی صورت میگیرد، اما مقامات دولتی چندان احساس مسئولیت نکنند. یا حتی یک کشور میتواند دیکتاتوری باشد اما مقامات دولتی در نزد قانون، حتی در نزد اون قانون‌های بد دیکتاتوری هم احساس مسئولیت میکنن. برای مثال شوروی دولت دموکراتی نبود، قانون‌های چندان خوب هم نداشت، اما همون قانون‌های بد خیلی خوب رعایت میشد و تمام نهادهای مسئول احساس مسئولیت میکردن، از آن جمله امنیت و پلیس و پروکراتور و اینها هم. همین حادثه که در کانیبادام شد، البته چندین حادثه دیگر شد که نقطه های ضعف و بیماری های اساسی جامعه تاجیکستان را آشکار کرد و یکی از حادثه همین حادثه کانیبادام بود که چندین تا مشکلات عمده تاجیکستان را همچون دولت و تاجیکان را همچون ملت نشان داد. یکی این که
مسئله همین امنیتی که شما برداشته نشان داد همین حادثه که در تاجیکستان ما مفهوم امنیت دولتی یا مسئولیت کمیته دولتی امنیت ملی به معنای آن فهمیده می شود که امنیتی یک نفر پرزیدنت و خانواده اش است. وقتی که یتیموف درباره امنیت دولتی صحبت میکند، معنی صحبت های اونجا جمله های زیبا هست، از ماکیاولی می نویسد، از فیلسوفای دیگر می آورد، ولی تمام ماهیت فهمیش امنیت این ساختار تأمین امنیت خانواده و یک گروه مافیازی دوست از ملت تاجیک است. یعنی امنیت این نفر و خانواده را از ملت تاجیک تأمین کردن، نه اینکه امنیت ملت را تأمین کنند. و اینا اصلا در فکر آن نیستن که ساکنان کانی بادام جزء ملت هستند و تأمین امنیت ساکنان کانی بادام مسئولیت یتیموف و رمضان رحیمزاده و یوسف رحمان است. و این حادثه ها مفهوم امنیت رو در قانونگذاری تاجیکستان، در نزد مقامات دولتی، در نزد امام علی رحمان نشان داد و این رو باید ملت تاجیک درک کند، بفهمد که وقتی که امام علی رحمان درباره ثبات امنیت گپ میزند، وقتی که سید مومن یتیموف درباره امنیت گپ میزند، مقصد اونها از واژه امنیت یا تأمین امنیت چه هست؟ نه اینکه تأمین امنیت ملت و شهروندان، بلکه تأمین امنیت یک خانواده و یک گروه. این یک مسئله است که همین حادثه آشکار میکنه. دوم مسئله که این حادثه آشکار کرد، من این جمله ها رو یک کمتر با تأسف و با درد میگویم، اما باید گفته شوند. این نشان داد که جامعه تاجیکستان یک جامعه نیم زنده هست. نه، ما نمیتونیم بگیم جامعه مرده هست، اما نمیتونیم بگیم جامعه بیدار یا جامعه سالم هست. چرا؟ حتی شما اگر یک انسان بیمار هم باشد اما اون قابلیت واکنش کردن را هم داشته باشد، شما وقتی که به بدن او یک سوزن میخلانید، او واکنش میکند با دست و پا، با صدا، با یک شکل واکنش میکند که من درد کشیده ایستادم. وقتی یک انسان ها را که میخوان در حالت کاما بسنجند و بدانند که او اصلا هوشش بجا هست یا بیهوش است، یک بدنش رو میپوچند یا اینکه یک سوزن میخلانند تا اینکه واکنش را دکتر میسنجد. چون این یک حادثه کشتار دوام یک سال در یکی از شهرهای نسبتاً کلانتر تاجیکستان در پیش نظر همه، در پیش نظر حکومت، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران، دپوتات ها، ولی هیچ گونه واکنش جدی نیست، نه از طرف مقامات نه از طرف جامعه. این معنی را دارد که شما به بدن این جامعه یک سوزن چی اگر یک کارد رو هم بخلونه، این از خود درک زنده بودن رو نشان نمیدهد. جامعه کرخت است، جامعه بیهوش است، در یک حالت گیپناز قرار دارد. این گیپناز را کی کرده است؟ حکومت توسط تبلیغات، توسط ترس دادن. شما حتی اگر در فیلم های مستند تماشا کنید درباره طبیعت، وقتی که یک آهو، یک سگ در دست یک شیر پلنگ میافته، حتی دیگر قدرت گریختن را هم از دست میدهد، در حالت شاک است، نمیداند چگونه واکنش کند. امام علی رحمان با این دستگاه امنیتیش، با این دستگاه تبلیغاتیش، با مغزشوییش، جامعه تاجیکستان را در یک حالت نیم گیپناز، نیم شاک، نیم مرده و نیم زنده قرار داده است که حتی در چنین حالتهای بسیار هم دهشتناک قابلیت واکنش کردن را از دست داده است. اکنون یک صداهای بسیار پست و ضعیف را جامعه شهروندی در فیسبوک، در یوتیوب، حتی در جامعه شهروندی هم گفته نمی شود، ساکنان کانی بادام، مردم مهاجر، مخالفین به یک شکل صدا بلند کرده ایستادند و احتمال دارد که این صدای نیم زنده و نیم هوشیار و نیم بیدار تبدیل به یک واکنش نسبتاً جدی‌تر شود و حکومت رو مجبور کند که واکنش نشان دهد. حکومت رو مجبور کند که بیاید نه به این خودی عمل جنایتکارانه این جنایتکاران در کانی بادام، حداقل از ترس آن که دیگر جامعه بعد این همه خاموشی و بی‌عملی ممکن که به این نتیجه برسد که اصلا حکومت جمهوری تاجیکستان بیرون از دوشنبه، بیرون از کوچه رودکی،
دیگر یگان منطقه را اداره کرده نمیتواند، اصلا برایش قدرت این را ندارد که واکنش کند. که در اصل من به این باور ندارم. وقتی که امام علی رحمان میداند که یک دیپلمات سابق در کدام یک معرکه یک شوخی کرده است، میبرد او را به جرم خیانت دولتی زندانی میکند. وقتی که امام علی رحمان تمام خانه های مردم را میداند که کی در معرکه چند کیلو گوشت و کارتوشکه میپزد، در جاگه خواب مردم چی میرود، تمام این را ثبت میکند، نوار میکند. چگونه او نمیتواند در دوام یک سال یک جنایت های پیوسته را که 8 خانواده از بین میرود این را نداند و نبیند؟ اگر بخواهد حتما میتواند. پس ما به این نتیجه میرسیم که برای امام علی رحمان این گونه جنایت ها و این گونه اهالی در کانی بادام چندان مورد توجه نیست. اینا را اصلا شهروند هم حساب نمیکنند. در صورتی که کانی بادام، ببینید کسی که کانی بادام را کمترین آشنایی با تاریخ این مردم این منطقه دارد، شهر کانی بادام، اهالی این شهر از اولین تاجیکان بودند که در آغاز حکومت بلشویکی در نزد کلینین وقتی که با پویست میگذشت از این منطقه راه آهن را بستند. کلینین شخص یادی نبود، یکی از رهبران حکومت شوروی بود. راه پاییز را بستند، در آنجا معذرت میخوام تظاهرات کردند و طلب کردند که به تاجیکان مختاریت داده شود، نه اینکه اتونومی بلکه همچون و همین شهر کانی بادام به تاجیکستان گذاشته شود، نه در حیات ازبکستان. و این بیانگر خودشناسی این مردم هست. ما ده ها و صدها چهره ها و شخصیت های معروف ملی را داریم که زاده کانی بادام هستند و بهترین افراد ملت را از مردم کانی بادام داریم. و همین چند دقیقه پیش من با یکی از شبکه‌های روس زبان صحبت داشتم و خود اون کسی که با من صحبت میکرد از تاجیکان ازبکستان بود. من با او هم گفتم که کانی بادام تنها به تاجیکستان بهترین فرزندان را نداده است، حتی همون یارماتوف کینورژیسور معروف تاجیکستان ازبکستان زاده شهر کانی بادام است که حالا کینوستودیو دولتی ازبکستان به نام یارماتوف گذاشته شده است و بهترین فیلم ازبکستان را هم با رژیسور همین آدم نوار گرفتن. و این گونه مردم کانی بادامی ها. اما برای امام علی رحمان اینها شهروند قطاری نیستند، اینها کسانی نیستند که امام علی رحمان در فکر آنها باشد. من حالا میتوانم چندین نقطه های ضعف، چندین بیماری ملت را در پرتو همین حادثه کانی بادام نشان داد، اما من با همین 2 نکتهش اشاره میکنم که یکی این است که در ما مفهوم امنیت رو متاسفانه در تاجیکستان وارونه در کردن حکومتداران تاجیکستان، با مردم دیگر خیلی شهر میدهند. و دوم اینکه دیگر مفهوم جنایت، مفهوم جنایت دولتی در نزد امام علی رحمان کاملا دیگر چی است و از همه بدترش جامعه تاجیکستان یک جامعه نیم بیدار در حالت نیم کامه، یعنی در حالت کامه هست ولی گاه گاه از خود یک صدا بیرون میکند، میبیند، میشنود، اما قدرت واکنش کردن را از دست داده است. خدا کند که همین حادثه ها باعث بیدار شدن ملت شوند و ملت درک کند که طول این همه 30 سال امام علی رحمان و حکومتش توسط گیپنوز کردن، داروی مدهوش کننده دادن، توسط رپرسیا و ترس ملت را در یک حالت نیم زنده و نیم مرده، نیم بیدار و نیم هوشیار و در یک حالت، این را میگن اسکوسوینه کوما در علم طب، یعنی در حالت کومه سنی آورده است که قدرت واکنش رو از دست داده ایم. اگر همین گونه جنایت های بعد هم اگر باعث بیدار شدن ملت شود، حداقل میتونیم بگیم که در بعضن میگن که نت خود بزدبره، حداقل در همین گونه مصیبت ها ملت بیدار شود، خب بگیم یک عبرت برای ملت تاجیک میتواند شود. من وقتی که وکیل پارلمان بودم به اصفهان رفتم، در مسائل مرزی با مردم ملاقات کردم و حتی با مسئولین حزب، شما هم که اون وقت در اونجا بودید، با داملا نعیم جان خداوند هر چیز زودتر آزادش کند، سپارش دادم که پول جمع کنند، مال بکشند، سربازان تاجیک را که در
مرز هستند و از طرف وزارت دفاع غذای کافی ندارند با خوراکای گرم تامین کنند. یعنی اینجا رفته در همونجا سپارش داده بودم. چی رسد به آن که 8 عائله کشته شد. وقتی که امیدجان تاجیف کشته شد، شهروند اسفره، من رفتم به اسفره، رفتم به خانواده آنها سر زدم و به عیادت رفتم، همدردی کردم و مردم کلاب وقتی که آبخیزی شد، من همچون وکیل و همچون رئیس حزب رفتم به کلاب برای مردمی که در اون مصیبت گرفتار شدن. من مطمئنم چون رو وظیفه انسانی، وظیفه اسلامی، وظیفه وکیلی خود میدونستم که در این گونه حالت ها بیروم به شهر کانی بادام، در پهلوی مردم باشم، حداقل یک دلبرداری کنم و این کار را حتما میکردم چون این کار را کرده بودم پیشتر و این یگان چیزی بسیار هم قهرمانی هم نیست، این یک انجام مسئولیت است، دیگر چیزی نیست. اما چرا امروز وکیلان نمیروند؟ شاید ده ها وکیل بخواهند که بروند، حتی همون وکیلانی از شهر کانی بادام هم باید میخواهند که صحبت کنند، در رسانه ها مشکلی رو بردارند، اما اینها میترسند همه. من مطمئنم که اگر مثل پیشینه یوسف جان احمدوف وکیل کانی بادام میبود، اون همکار سابق من، بسیار یک انسان شریف، زاده همین شهر کانی بادام، حتما اون مسئله رو میبرداشت، این جسارت رو داشت، این جوانمردی رو داشت. اما این وکیلان امروزه از تجربه تلخ سید جعفر عثمان عبرت گرفتن، از تجربه تلخ من عبرت گرفتن که وقتی که در پارلمان بودم صحبت میکردم، سفر میکردم، با مردم ملاقات میکردم، بالاخره تقدیر ما چی شد. از تجربه تلخ شادی شبدالوف عبرت گرفتن. امروز دیگه اینا مجبورن که خاموش باشن. حتی زادگان شهر کانی بادام هم وکیل هستند، در مقامات کار میکنن، اینها جرأتی با مردم خود ملاقات کردن و صحبت کردن رو دیگر ندارن. و من فکر میکنم که این هم یکی از دیگر بیماری های جامعه ما هست. چرا امام علی رحمان فکر میکند که اگر یک وکیل، یک رئیس حزب، یک وزیر، یک مسئول رفت با مردم ملاقات کرد، این علاقه در میترسد که این معروف میشود، پاپولار نمیشود با گفتی مردم رو دوست میدارن، احترام میکنن و حتما نسبت این گونه وکیل، نسبت این گونه وزیر، نسبت این گونه ژورنالیست حتما یک چاره میاندیشد. من باور دارم وکیل اون طرف است، سیاستمدار اون طرف است. اگر دلیر امام علی در زندان نمی بود، امروز در کانی بادام بود. اگر اون ذوقی بیگ در زندان نمی بود، در کانی بادام بود، یا چند نفر از اون بلاگرها و ژورنالیستان دیگر. اگر فضا این گونه سربسته نمی بود، از یپلیس و آزادی و نمیدونم نجات و دیگر رسانه ها نگاه و آزادگان و ملت روزنامه‌نگار خود را میفرستادن، با مردم صحبت میکردن، قضیه را مطرح میکردن. اما امام علی رحمان فضا را در تاجیکستان به طور بسته کرد، به طور امنیتی کرد که دیگر نه وزیر، نه وکیل، نه رئیس ولایت، نه ژورنالیست، نه یگان مسئول جرأت رسیدگی به قضیه و به مشکلات مردم را نمیکند. برای چی؟ برای که اگر یک نفر مسئولیت خود را انجام داد، ملت درک میکنند که این روزنامه‌نگار، این حزب، این وکیل، این وزیر مسئولیت خود را انجام داده ایستاده است، او را دوست می‌دارند، او یک شخصی معروف و یک شخصی شناخته در تاجیکستان میشود و این گونه افراد برای امام علی رحمان خطرناکند. امام علی رحمان این گونه افراد را در تاجیکستان قبول ندارد. فرق ندارد او آوازخوان است، روزنامه‌نگار است، او وکیل است، دپوتات است. برای امام علی رحمان یک شخصی که ملت او را دوست بدارند، ملت او را اعتراف کنند، خطرناک حساب می‌شود و این پیام رو ملت گرفته است. دیگر وزیر هم میفهمد، وکیل هم میفهمد، روزنامه‌نگار هم میفهمد، حتی رئیس ولایت و رئیس ناحیه هم دیگر مرزهایش رو میداند که در تاجیکستان باید چگونه رفتار کند تا اینکه در زندان نباشد یا اینکه مثل ما و شما رو مهاجر یا کشته نشود.